کنی مردینم. چیکار میکنی؟ شد خدا لعنت کند. زود پیش درو ایستاد. ای سمی، سمکچه آرایشات های من رو دزدیدن. سمکه آرایشاتش رو دزدیدی؟ آخر تو نگفته بودی که همه چیز رو بدزد؟ پاپوشی من رو هم دزدیدن. حرامی پاپوشی رو در میزنی. دمت رو گیر. چی گپ هستا؟ به خانه دوست در آمده زهرا. چی؟ گردم بندم. دوستوی اینفلوس. نزن زهرا نزن، همینش نمیرسه. چیکار میکنی؟ سمی اینها رو پران، زود باش. البته زهرا جان میپرونم. ایستاد نجنبید، یگان به عقلی نکنید. سمی یا پران آنها رو یا این که به من بده سلاح رو. میپرونم زهرا جان، اما اول کنی نقاب هایشون رو کشند. همین خیلی اول بینیم کو کی هستند اینا. ایفلاس. زود پران. بکشید نقاب هایتون رو بکشید. حاضر شما رو میپرونم. نقاب هایتون رو وای کنید، بکشید. نقاب ها رو کشید گفتم. کشید. شوخی نمیکنم. من آدمی هستم که عادت شوخی کردن ندارم. نقاب ها رو کشید. چیکار میکنند اینها؟ چیکار میکنید شما؟ ها؟ ما رو مسخره دارید شما؟ شما چی با آرتیست هم هستید؟ ای سمی، اینها نقاب هایش رو نمیکشند. این خیل باشد من اینها رو میپرانم. ایست سمی، ایست. دستت رو افلاس نکن، به پلیس زنگ میزنم. درست گفتی. مادر من چرا تا حال نآمده سمک پلیس؟ مادرت میاد دخترم، میآید. تو پروا نکن، میآید. مجبور شدم، دیگر سومن رو نگاه کرده نمیتوانستم. ای خانم، فرزند تو از او باید در بری تو باشد، فهمو؟ سومن دختری من نیست. چی؟ من مادر سومن نیستم، دختری دوگانه من است.
من یگان کاری بد کردم اما که پلیس مادرم مرا پرتاف رفت. من دخترکی بد هستم. این خیلی نیست سومان جان شیرینکم. تو مادرت رو مگر میرنجانی؟ مادرت کاری داشت تو یک مدتی موین تو رو با من امانت گذاشت. مادرت کارش رو تمام کند البته میآید. کودکی بیچاره اگر داند که مادرش مرده است چه خیلی غمگین میشود. من چیکار میکنم؟ خدایا التجا میکنم یاریم کن. مادرش مرد ولی پدرش چی؟ دوگانه مادر سومان چی گفته بود؟ اگر روی پدر سومان را بینم میشناسم در حال باید آن زن را یابم. پدر سومان چه خیلی آدم باشد. یا خدایا خانم تونی چرا با من زنگ میزنند؟ خانم تونی شما هسته؟ بله جناب پلیس. ای جناب پلیس به خانه دوست در آمده است. در حال یک گروه را فرستید اینها را گرفته دفن کنند. تمام دست و پاچاشون را بندید در دهنشون پخته بمانید کم تا پس لیون میرسه. شد جناب پلیس. رحمت. شدی چه به قفو میگردی؟ پلیس میآید کنی بینیم چیکار میکنید. بخشش جنابان با کجا میروید؟ ها؟ رویکتون رو ندیدیم که باز پشتتون رو میگردونید با ما. این طرف گردید. با اینها نگاه کنید از ترسی زیاد مثلی با چرخ میزند. بس هسته که گردن بندی مرا دزدید در حال بگوید اون تو بگو من دزدیدم قربانت شوم التماس نجاتم بده در نزد زهرا مرا شرمنده نکن. آشنا دوست تو هستی. مرد بر این بگو گردنبند رو من دزدیدم شرمنده نمیشوی نترس. خدا به سرت بلا نیار. آمین به سر تو نیست. و اینتون گپ نزنید به من مردانوار جواب دهید. در این هم مردی مانده است مگر زهرا؟ از من هم میترسند. سمی از روی جنسیت جدا نمی کنیم. نه وای برای اون وای کردم که ترسیدند. حجم ترسیدن میگویید تا حال نقاب هایشان رو نکشیدن چه خیلی میترسن. مرا گوش کنید. نقاب ها رو میکشید وگرنه شما رو پرونده باز پاره میکنم. یکون نقشه داری؟ چیکار میکنه؟ نقشه دارم یا خدایا چه خیلی نقشه. دستگیر شدیم بخیر حقت رو حلال کن. حرامت باد نمیبخشم. من هم نمیبخشیدم تو را. حق من هم حرامت باد. گفت سخته حرامی. اینها بین خود غرغر کرده چی گفته بود دارم؟ به فکرم نقشه گریختن میکشن. با شما آخران بار میگویم نقاب هایتون را کشید. کشید گفتم. ای بس بوده که سه هم گردن بندم رو دزدیدن همه رو باز خواهد کرده. من خودم نپرونم. آنها چیزی نشد. با کجا میرویم مامک پلیس؟ بابای میرویم برای دستگیر کردن آدم های بد میرویم سومان جان. چرا آدم ها کاری بد میکنن نمک پلیس؟ این را کاش من هم میدونستم سومان جان شیرین جان. آنها با کجا رفتند؟ وای در این باغچه محکم است از آنجا گریخته نمیتوانند. یعنی حالا هم اینجا هستند. آرام باشید. بی صدا. چیکار؟ خب من این طرف. هی آنجا از تو طرف بیایید. این طرف از دو طرف گفتم آنجایند. ینگه آواز نکن. ترسیدم اخیر. ای سمی یک کارو کردن نمیتوانی اون رو به بالا بردار. ای بکنن اینو بکار. گریختند. دوم خدا کردن. گریختند. تو چرا خرسان شدی؟ یعنی گریختند.
ای یا خدایا باز همینه ای از تو شواخیر تو بخانه دوست در آمد دوست مادر میرویم. بیای دخیر در پشت من جا شوید. دویدیم زودتر شد آخر چی دوید نمید همه گذارم که برزم فهمیدید. ای مرا تنها گذاشته نمیروی ها؟ چرا همکارم رو تنها گذاشته میرفتم اونم؟ یا خدایا میستی کودک ها گپ چی نزن. خیلی همکار بس کن همکاریت را. شد خاموش باش آنها آمده ایستادند رفتیم نفس یخ. در درونم با خودو که در درونم. این پلیس چرا هول هم ناآمده است؟ آرام باشید فهمیدید؟ آرام باشید. تمام من حل میکنم دستگیرشو میکنم. آرام باشید. تو دختره که بعد نشه و شیری نکمایلش اما که پلیس تو رو دستگیر میکند. مرده گز بجق لیوین در بر تا چی میترسی؟ یک سویستت کنی بینم. آرام باشه زورا. چرا این خیلی نگاه میکنی؟ من آرام هستم. زهرا تو عصبی هستی مرا خلال میرسونی. عصبی نشو. یک سورا رو تو هم آن سورا میری جان. این به خاطر محافظت من است. با من باور کن. حاضر قانونم میکنی؟ بله. کنی پرون. پرونده ایستادن. در کشاده شد. کنی بو بیم. کشاده شد. ممکن می؟ ما حاضر بدرویم. زود باش بپر منتظری چی هستی زود باش پر. ای من چی خیلی از اینجا بپرم؟ نمیدونی چی خیلی میپرن اونا. پایهایت رو دراز کن پر میبینی که در زمین هستی زود باش. ای در اینجا ایستم هم میمیرم با پایان پرم هم میمیرم. یا خدایا. سومان تو در ماشین بیشین و بیرون نبرا فهمیدی شیرینم؟ مایلش اما که پلیس. کسی را پروندن. در رو پورا کردی ولی نتوانستی. این رو با ما چی کار میکنی؟ بیهنر. تمام واهمه نکن کار تمام. قریب مانده بود که میمردم. خاموش باش یا خدایا داد نزن. خوب شد که پاپوشا رو در درون مونده. خوب شد چی فکر کرده ایستاده رفتیم پیش در زودتر. زمین خون بوده است. گردم بندم رو لیوین زود باش زود بچه بیس من میترسن؟ یک سویستت. شدی چه بیرون نبین؟ یک طرف. ای بریم شک طرف بیس. نرسین مرا. سمی لیوین تا محافظت کن. بسم الله. انا همین کار رو من فراموش کرده بودم. رفتیم. با دقت باشید. کنی دارم. آرام باشید. گریختن. پوشایم رو بردن. سومکای آرایشات هایم را دزدیدن. سومکای آرایشات زنانه رو چیکار میکرده باشه؟ این با کجا رفت باز؟ کمیسر امک‌های نقابدار شما چیکار میکنید؟ یا خدایا این دخترچه که لیوین میگوبین میکرد نیست؟ بله او است. چی گپ هست که در همه عملیات ها روبرویمون میبره؟ لیوین همینجا باشه چی؟ من نمیدونم. چیکار میکند امک‌های نقابدار؟ بازی کرده ایستاده این بازی. باز رنگ همان روز بازی کرده ایستاده. بله اما حاضر وقت نداریم از اینجا رفتن همون لازم. لیوین اومد. خیر ما رفتیم دخترم تا بازدی. لعنتی ها گریختن. سومان دخترم چرا تریده تو کشاده از خونم نمیخوری؟ برای گپ زدن با امک‌های نقابدار تریزه رو کشادم. تو امک‌های نقابدار رو دیدی مگر؟ امک‌های نقابدار با گردن بند بازی میکردن. بازی با گردن بند؟
خدایا این موازی رو ببینه. تو خودت کی هستی که با من نگاه نمیکنی؟ اما خواهی دید از عشق من دیوانه خواهی شد جانم. موسیقی رو بلند کنیم. جناب هجری سلام علیکم. امشب بسیار امر معروفی خوب کرده. خدا از شما راضی باشه. وای اگر خواهش کنم برای من الهیده امر معروف میکنی؟ من در الهیدگی امر معروف نمیکنم. مرا ببخشید. شام بخیر. یک لحظه هجری یک لحظه ایستید. چی میگوی؟ وای صلوات گوش کردن رو دوست میداری که من بسیار دوست میدارم. کمتر پستر کرده گوش کنید. مردم خوب از حاضر همه رو بیدار میکنید. وای من مایلش خدا از شما راضی باشد. خیر. بیزیب رو بینه باز مرا ترک کرد. جناب هجریه با خونه رفته استاده اید. من شما رو میبرم. نه خودم میروم. اما التماس میکنم. ای بای دیوانه میشوم. اینقدر یک رو بوده است. کافیست. اوف. زیاد جانم بسیار زیقم. با تو یک چیز رو میگویم ولی جنگم نکن مایلش. چی شد جانم؟ چرا جنگ میکردم تو را؟ یگان مشکلی هست؟ قول ده که جنگم نمیکنی. تمام قول میدیم جنگ نمیکنم. گردن بندم رو دوستیدن. چی؟ دوستیدن؟ اوف گردن بندی که برای تو گرفتم چرا میگذاری که او را بدزدن؟ اوه عشقم نمیدونم. به خونه دو آدمی نقاب در اومد. وقتی که من خواب بودم از گردنم دوزیدن. آدم هایی بد اخلاق. خودت بد اخلاق. خاموش. شاید تو میشناسی. کی را؟ کی را؟ دوست ها رو. نه زهرا من از کجا میشناسم اونها رو؟ جانم شاید از همکارهای پیشترت هستن اونها. زهرا تو دلم رو خنک نکن. تمام جانم تمام عذر میخواهم. اما بسیار زیغ شدم زیاد. دوست میداشتم گردن بندم رو. شد زهرا من برای تو عیناً همین خیلش رو میخرم. زیغ نشو مایلش. تو میگیری؟ البته میگیرم جانم. خیر تو زیغ نشو. شام بخیر. میبوسمت. اوف خزنده تو یگان جای خواب نداری. تو چی خیل آدمی ریاکار هستی آخره. گردنبند دختر رو دزدیدی باز با او ویر گم میزنی. تو خاموش باش. در اصل گیریم تو جای خواب نداری. اونم سالها دوستی کردم. از پسم تفتیشات بردی. حاضر باشد با من یک جای دزدی کرده ایستاده. حساب اون رو حالا از تو میپرسم. میپرسی؟ اول با پایت پاپوشی پوش. هوا خنک است. پایت را خنک نزند باز. من در این وقت شب از کجا میابم؟ تو راحت هستی البته. در خانه یک قطار پاپوش است. آها محترم جناب همانها را نیز دیدی؟ میشود حل میکنیم جناب اونال. حالا در ما آدمگری نمورده است. اندازه پایت را بگو. 43. تمام میدیم. کار را ببین. همین که رفتن گیرد تو را در قید خانه هم میگذرانم. که از همین کار تمام شود کو تو را حتما میکشم. انیق میکشم تو را. میکشی؟ ما بگیری را. آف بده. یا خدای این را ببین به سرمان چی ها می آید. تو چقدر شیرینت بوده عزیزم. نام که تو چی است؟ نامی من سومن. سومن. بسیار شیرین بوده تو سومن. خانم لبن آنها رو دستگیر میکنید. پروا نکنید. گردن به فکر برای شما چیزی قیمت بها بوده؟ البته کی بود. هدیه زیاد بود. من برای شما گردنبند رو در کوتاه‌ترین مدت میرسونم. پروا نکنید. بیا دخترم میرویم. خیز دخترم. لونت جیانت است. نه اما که پلیسی هستم. یعنی پدرش برنور بود به بر رفت. مادرش کار داشت او هم رفت. اما میآید البته. یعنی او رو من نگاه میکنم. رفتیم سومان جان. سومن خی دخترکش رو میجنبوند.
بگیر. اوف من از راستی تمام شدم اونال بای. من محو شدم از راستی. دختر به من گفته بود که اگر به این کارا دست زنی مرا فراموش کن، مرا از دست میدهی. میگوید من باشم میروم از گردن دختر گردنبند رو میدوزم. میبینی من محو شدم. یا بلا با دروغ خانه‌دار شده زندگی کرده میشود. یگان بار در روی کارت رو میدارد. چیکار کنم اونال؟ چیکار کنم؟ قلب زهرا رو از دست دهم. چیکار کنم ها؟ یه رقم چند میپوشی تو؟ اینها تنگ هستند. یا خدایا 43 میپوشم. چقدر تنگ بوده است. من هم 43 میپوشم. کیسپا هستم گویا خیر. یا خدای مهربانی من. گردنبند هدیه کالتاکیلاس بود از برای همین اونقدر داد و فریاد زد. سمی آنها را درحال خانه‌دار کردن لازم. تا وقتی که амаки اکرم از خارج نیامده است کار را باید تمام کنیم. وقتی که زهرا با کالتاکیلاس نکاح رسمی بندد میراث به میلیس میماند. اما اگر بابای زهرا نباشد به او خانه‌دار نمیشود. این را به من گذار. فکر میکند که بابایش اجازت داده است. چه خیلی میشود این کار؟ بردوشی من گذار و راحت باش. بردوشی من شام بخیر خانم بانو. شام بخیر جناب کنال. عجب تصادفی. بفرمایید تا جایی میخواسته اتان برده رسونیم. نه شما زحمت نکشید. خانه من بسیار نزدیک است. این خیلی میشود جانم. بفرمایید لطفا. خوب مدامی که خواهش کرده ایستاده اید. مرحمت ینگه بود رو. فو خدا جزایت رو دیت کنانی دیونه. مجبورن بونو رو با ماشین سوار کرده. این پد بونام دیونه بوده در حق ماشین مرده. ادختا توقت که همون لیکسا میخرم های. هر چی باید بر سر شوکت بگذرد. شما همینجا منتظر باشید. جناب گردنبند را آوردند. در کجا بودن این مکان خزینه را نشان می‌دهد. پارچه از آن خریطه در این گردنبند است. خزینه گفته چی است بچه؟ برای تو خزینه چیزی است که در این حیات چیزی زیاد را به دست داری، ولی برای من خزینه بزرگ جسدی مرده کالتاکیلاس را دیدن است. جناب کالتاکیلاس زنده بودن شما را نمیداند. با فکرم او را حاضر نکشه. تا پیدا کردن این مکان خزینه او را استفاده برده بعداً میکشیم. جناب یا میخواهید که حاضر کالتاکیلاس را بکشم؟ گوش کن بچه، کالتاکیلاس در حیاتم یگانه خیشتبارم، جیانم، آدمی نزدیکترینم توسکا و یک چشمم را از من گرفت. او را در حال کشتن به فایده اوست. برای کشتنش نقشه عجیبی دارم. حاضر میتوانید روید. بعد به شما زنگ میزنیم. یا خدایا اینها چرا وظیفه ندادند؟ چی گم باشد؟ چیزی باشد به من چیه؟ چیزی که در سر من است با آن مشغول هستم. آه خدایا در سرت چه فکر است اونم؟ تو هستی. تو را کشتن است. من عجب چیزی پرسیدم از فکرهای سری تو. خیر من میروم. با کجا؟ نزد طلا فروش. با طلا فروش چیکار داری؟ آدم نزد طلا فروش چرا میرود اونم؟ برای نان خریدن نمیروم. یا خدایا چی کاری داشته باشم؟ با تو چی ها؟ اوف باز مرا میکشته است.
این باز چی فکری دارد؟ برای دلم را نشکسته دعوتم را قبول کردم. تشکر میکنم. این را توصیه میدیم. نه من از اون نمیگیرم. تشکر زیاد. آه کانونی دیوانه، چه خیلی میشود که تو با دوست داشته من نشسته فانتزی ما رو برباد میدی. اما چه در این دنیا دیگه دختر نیست حیوان. 12 روده تا اگر به دهنت نبرم مشاکت دی. جناب کانون، مدامی که ما یکدیگر را از نزدیک شناخته میخوام کمی درباره خودتان گپ زنید. من درباره شما چیزی نمیدونم. البته، لیکن چیزی زیاده نیست که گویم. من آدمی تنها هستم. خانه دار نشدید مگر؟ نه. معلوم نیست که به سرمان در آینده چی می آید. شاید که خداوند نصیبه خوبی برایم عنایت فرماید. حالتی بونوی کجا پیدا شده اینجا بو تا سحر ما در اینجا راست بیستمو او بشینن راحت کنن مردم خونه که از همه خوبش با دامولای دیوانه روبرو نشدیم، چون که با او روبرو میشدیم تا صبح شطه میخوردیم. دم تا بگی شراب میگن گرگایات کنی گوشاش میتوه. چیکار کنم؟ هیچی نه، دم تا بگی همه طبقای فایز نه هم بسو با مزه دی نخورده. آها چی گپ شد؟ کاش دهانم را نمیکشودم. یا بسم الله الرحمن الرحیم. پشتمان رو گردونیم گویا رو نکرده. شراب گرد بگیری اوست دجال بشی بشینیم. گویا هیچ را ندیده. میگم خیرسدی دم تا بگی دجال بشی چی نمیکنه. کاری نادرست نکرده ایم. من میدونم که سگ رو بینی باید در جایت شینی. حیوان سگ دیدی بگریز خیرسدی بشی. فهمد که ترسیدیم به بالایمون میکنه. میگم فوتبال بازای تاجیک جام جهان در برآمده راسته. انا بگی دیگه. شام بخیر جوانان. شما نمیگوید که در اینجا آشانه کی خوراکی علفی میپسد در کجاست؟ چی میگوید؟ اوقات علفی میگنه که شرف دهن تنک شو همین خیلی خواب میسیم خودش استوس رفتن بگیره خواب کن. خوش بشه ها گوشم با شما. آشانه هست که خوراک خوبی علفی تیار کند. بخشیش استاد، شما علفی گفته چی رو در نظر داره؟ آشخانه را. سوال این خیلی بی‌معنی هم میشود. به این هم در نزد آشخانه هستیم. در اینجا طعامی علفی هست نیست نمیدونم. به این هم من از علف بیزارم. این باز از کجا برام؟ شرف حیوان دم تا گرفتم دم تا نگرفتی حیوان. من دوست میدارم از این بعد خوراک علفی در این آشخانه پخته میشود. کنی خیزت توبه لبای کنی گفتم یا شما را مثل علف لازم میکنم. نمک این باز همون حرکت های دیوانوارش رو سر کرد. چیکار میکنه؟ خدا بزند شرف، خدا بزند شرف. 2 ساعت گفتم خواب نکردی. اگه تماشا که چی کارت بکنوز؟ خاموش باشد. آدمی کی بودن تا با من فرق ندارد. استاد بخشش زیاد میپرسد. ما آدم های شفی کنان نیستیم. ما آدم های اکه کنان هستیم. دانسته باشه. من بروسلی دروغ نمیگویم. من بروسلی حقیقیم. شما را تعقیب کردم. شما در طرفی نادرست هستید. حاضر شما را نیست نابود میکنم. چیکار کنیم؟ اکه کنان رو خبر دیم چی؟ شرف در همین حالت برای اکه کنان فیرود که کو ایده بعد مون میکنه گور سوخته؟ نباشد چیکار میکنه؟ ایرا نگو چینی قنقز های پابوز بالا نیسته. با خدا همین خدا تو قمه زنی قد دوست طالبه بوری اگر تمیره نزنی تو مردک نیستی. یا برختا نگو کو ایرا بی شرف با خدا خود تمیره طاقت تیکش میکنی. ما هم در قفای درخت میستیم. اگر یکم خدمت دکار شید مرا هوی بگو مایله ما رفتم. مادام کجا؟
خنک خوردم. چی میگه؟ لازم نیست. تو را گرم میکنم. تو استغفرالله. بله من تو را گرم میکنم. چی تا بدست بگی؟ بخدای پد بسیار پستی بد موزدسته عصبای نمک نو ویرون شید. شرف خطا بدست بگی میبرداریمش. من علی برو بخونم علی بایی صورت جدا بسیار. نمک ما رو کی آمد الان تو کوب کرد؟ تایسون دیمگیش کمیسر کلومبو پدر شیرین همسایه بود. رحمتی پدر شیرین هم آمده. یا 20 نفر بودن امو. در آخر بروزلی اومد. بگم همین امروی بروزلی نبوشه بو. با خدا شاید باشد از دستی و چی خیلی نجات میوبی. من یه نقشه زور دارم. شرف اگر همی کرده از پیش منبر اومد کن قفا من نگاه نکردم میگرزه. متین این زن را سروغه و معلومات شخصیش را کی میتوانم دسترس کنم؟ تو سهر حل میکنم سردارم. خوب، بسیار خوب. اگر این زن را پیدا کنم پدر سومن را نیز پیدا میکنم. همین کار سخت بگیر برگر پیمسید میبرم. پدر میابم. تو غمگین مباش دخترم. خوش بچه ها، حاضر بهای امتحانتان را میخوانم. من 0 گرفتم میدونم. من هم کاغذ خالی دادم. استاد احمد نگذاشت که رو بردار کنیم. هیچ. جنید 80. خدای توبه. آرتیق 90. چی؟ زهرا 100. زهرا کیست؟ استاد در صنف ما زهرا گفتن دختر نیست. من زهرا گفتم؟ نه زینب گفتنی بودم. البته زینب 100. چی خیلی شد که تو از من 10 بار زیاد گرفتی؟ خوب است که تکلیفی خانه داری میکنم. در همه جا زهرا رو دیده ایستادم. این چه خیلی کار است؟ بیا. سردار معلومات های میخواستتان را پیدا کردم. بهار اصل گل. زور گپ نیست شاگیر. میتوانی روی. پدرت رو میابم سومن. اجازت نمیدیم که بی پدر کلون شوی. بیا. سردارم مدیر شما را جک میزند. تمام که میرزا وطن تو را من میایم. سومن تو اینجا با لختک‌های بازی کردن گیر. من یک کار دارم اون رو حل کرده در حال میایم. میلش؟ میلش مکی پلیس. درو لوینت دعوت کردن میگن کو گابزه من میگن گردنبند یکی از موزه دزدیده شد دریافت کردید؟ حالا نیفتیم سردارم. موافق خبرهایی که از بالا به ما آمد، مافیا از پشت خزینه بیزانس است. گردنبندی که دزدیدن برای دسترسی پیدا کردن به این خزینه می باشد. عجب آنها کی باشن سردارم؟ حالا معاین نکردیم اما ممکن است که سقراط باشد. سقراط؟ سردارم سقراط خدا جوش جنت بگردونه که ها مرد. موافق خبری که داریم زنده است و به فکرم به این خزینه او دست دراز دارد. سقراط برای به مقصدش رسیدن همه کارا میکند. باید صد راهی او را گیریم. یک قاتل بی وجدان است. درست. خوب سردارم. عجبا در این کار سردار اونال چه علاقمندی داشته باشد؟ انشالله که نیست.
мо дарҳол бояд дӯстое ки гарданбандро дуздидаанд дастгир кунем. иту аз сарлои вафодорам. хаста набошӣ, саломат бошӣ. раҳмат. дуздони гарданбанди бизансро баъд меёбам. ман бояд аввал падари суман ёбам. модарашро оварда наметавонам, аммо падарашро ёфта метавонам. бале бачаҳо, яъне агар ба натиҷаи имтиҳонҳо нигоҳ кунем баҳоятонро каме баландтар додам. албатта ки дигар имтиҳон ин хел намешавад. фаҳмидед? албатта устод, ин хел намешавад. ман ҳамаашро кор кардам. масалан ман бояд 100 бал мемондед, 80 бал мондед, 20 бали ман куҷо шуд намедонам. албатта писарам, агар хоҳӣ варақатро кушода мебинем ки 20 бали ту куҷо рафт. ин хел бошад 80 бал ба ман беҳтарин аст. мешавад. духтарам, ин варақаҳоро гирифта ба рафиқона тақсим кун. бина, кане бинед дар куҷо хато кардед, аммо ором нишаста хонед. фаҳмидед? ту дар варақи сафед чӣ хел навад мегуфтӣ? чӣ хел кунам? дар ҳаяҷон ба ҷои кораш рафта дар он ҷо таклифи хонадорӣ кунам чӣ буд? намебандам ягон гарданбанд. дӯстҳои ифлос, чизи дигар наёфтед ки дуздид? гарданбанди дӯст доштам тӯҳфа кардаро дуздидед. дигар вай бар ин нест. бале тамошобинони гиромӣ, ман бо хабари дуздидани бузурге расид. аз музеи гарданбанди бизансро ду шахс гарданбанде ки дар асри 11 ба шоҳ духтар тааллуқ дошт дуздида буданд ва ҳоло ҳам ёфт нашудааст. полис дар тадқиқоти ин амалиёт аст. ин гарданбанди ман аст. ҳоло аз паси ду шахси ниқобдор. боварам намеояд зиё, ту гарданбанде ки аз осорхона дуздидаи ба ман ҳадя кардӣ. ба сухрот чӣ хел таклифи хонадорӣ кунам? бояд то шом ягон чораи аҷибе ёбам. варақҳоро биёред. чӣ хел гарданбанди дуздидаатро ба ман тӯҳфа кардӣ зиё? кане бинем ба ин савол чӣ хел ҷавоб медиҳӣ? ҳама чиз омода аст. пагоҳ ҳардуи онҳоро хонадор мекунем. имшаб шаби ҳинобандӣ аст. омодагӣ дида истодам. о ин қадар чақон асти очаҷон? очаҷон гуфтӣ? ай сами, ман ба ту чанд бор гуфтам. бахшиш очаҷон, бахшиш. ин маротиба иҷозат намедиҳам ки ҳеҷ чиз нақшаҳоямонро барбод диҳад. мактуб омода аст. мактуб гуфтӣ? гӯё амаки акрамҷонам шахсан бо дасти худаш мактуб навишта розигиашро барои хонадорӣ додааст. ту якта ҳастӣ сами. ба худо шайтон 100 макр кунад, шогирди ту ҳаст. боз аз паси чӣ бошанда? бародар, ба янгаи зӯҳро кай таклифи хонадорӣ мекунӣ? имшаб кани як сюрприз кунам бубинем чӣ мешавад. ина мешад? ҳа. ай ростӣ? бале. ту медонӣ ман чанд қадар интизор будам оши наҳорта? айнан. шера гӯш кун келас. баъд аз мурдани канъон аз ман шавад боноҷон. шавкат, ту аз ин хел гапҳои бемаънии аблаҳонат хаста намешавӣ? хай чӯ кунам? занам мефора. оф шавкат, оф. мурдӣ ту зиё, мурдӣ. ана омад. сози аҳмад, аз салаки ман омад. кани бишин шо духтар? биё бишин кани. ана инҷа қарор бишин сумаҷон, ана бишин. шевхо, инҷа биё. чӣ мегӯй? бача биё гапи дорам. миём, ана ҳозир миём ширинакӣ. шавкат, ту сумаро дар инҷо нигоҳу бикун. ман ба хонаи зане ки сумаро дар назди амният гузошта буд меравам. майла шавкат? зан гуфтӣ? он зан модари суман нест магар? ман ҳодисаро ба ту нагуфта будам. чиро нагуфта будӣ? гӯш кун, маро он зан модари суман набудааст. набудааст? бале, гӯш кун, он зан дугонаи модари суман будааст. модараш дар куҷо будааст? модараш мурдааст. мурдай? ин мардак зани табигӣ
من با واسطه آن زن کی بودن پدری سومن را میفهمم. پدری سومن رو میشناخته؟ البته میشناسم. انشاءالله پدرش رو مییابی. انشاءالله. مادرش نباشد؟ شوکت من باید به دست روم. خیر تا باز. مایلش برادرم را. برای درس. خیر تا بازدید. لوا نمیشه که سومن پگه بیاری؟ امروز یک کاری مهم دارم. همین کنعان کشتن در کار. تو چه میگوی شیخ خان؟ این چی بهانه است از برای خودم؟ مگر ما نگفته بودیم که سومن رو یک جای کلان میکنیم؟ فراموش کردیم؟ اکنون مثل کودک از لفظت میگردی. پدر دخترک رو میابم میگویم سروغه زنی رو که در نزد امنیت این دختر رو پرتا طرف پیدا کردم. باز با تو چی گویم؟ من بیسواد. تمام لوا من امروز سومن رو نگاه میکنم. کنعان دیوانه رو پگاه میکشم. مشکلی نیست. دیگه گفت. تمام مایلش برادر. سومن جان تو در اینجا با ما که شفقت بازی کرده شیرینه که من یک کاری مهم دارم رفته حل میکنم در حال میآیم. مایلش. مادرم هم همین خیلی گفته بودم که پلیس اما رفت و برنگشت. اگر شما هم که پلیس نآید من چی کار میکنم؟ مگر این خیلی میشود دختر جانم؟ من تو رو تنها نمیگذارم. پروا نکن. من کارم رو تمام کرده در حال میآیم. مایلش. سومن جان اما که شوکت چی کار میکند اینجا؟ بین من اینجایم. اگر کوری لیو نآید جای کارش رو میدونیم. رفته او رو میابیم. یک جای رفته او رو میابیم. میخیله؟ البته تو از پس کارت شو. سومن با من است. من نگاه میکنم. این دختر چه برای تماند؟ من تو رو یاد کردم. تلفن رو جواب دیم میایم. لبای تمام. سومن جان من این چای ها رو دیهم در حال میآیم. مایلش از اینجا باز نخیزی. در حال میآیم. مایلش امک شوکت. این قدر امک شوکت رو زیبا میگویی مرم برای انا این طرف بیارید بچه ها. انا با اینجا گذارید. بیا جانم بیا. اوه چقدر آهسته کار میکنی. زودتر کار کن. تمام. ای سمی جان با آنها کی خبر میدهیم؟ همه آماده است ولی خبر ندارند. آنها رو به حال خود گذاریم خونه دار نمیشوند. برای همین کار را سر کردم در کار. چکن سر میکنیم؟ به من واگذار امشب حل میکنم. خیر میبینیم. من برای تو نقشه خونه داری میکشم. برای من گردن بندی دزدیدت رو هدیه میکنی. دروغهای گفتت رو از بینیت کشیدن نگیرم نامم رو میگردانم. امک شوکت نآمد من دلگیر شدم. چیکار کنم دخترک؟ تو هم مثل من دلگیر شدی؟ امک شوکت گفت که در اینجا مرا منتظر شوید اما من دلگیر شدم. رفتم تورها رو کشاده مانید. مایلش کنی بینیم. اینجا چی خبر است؟ مادر شما اینجا چی کار کرده ایستاده اید؟ شبیه هینابندی زهرا است. برای همین آمادگی میبینیم جانم. چی بندی؟ هینابندی جانم هینابندی. کنی بینم چی خیل شد؟ همهاش رو به قفا کشیدی همین خیل نه؟ ای آفرین. بسیار بسیار زیبا کرده. ایست اینجاش این خیل شود. شبیه هینابندی دارد. سومن جان. سومن خواهرم در اینجا یک دخترکی خورد بود. او رو ندیدی؟ نه ندیدم. بچه ها در اینجا یک دخترکی مویزر بود. شما او رو ندیدید؟ نه ندیدم. کجا رو نگاه میکنه شما؟ انیق ندیدین؟ سومن جان
گوش که برادر، در اینجا یک دخترکی مایده ندیدی؟ دخترها در همین جا یگان دخترکی خورده که ندیده شما؟ نه جناب ندیده ایم. سومان 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 در همینجا یگان دختری مایدک ندیدی؟ چی؟ دختر چه؟ خود رو ندیدی؟ آرام شو شاگرد، چی ها میگویی ها؟ دختر چه؟ خورد ندیدی؟ خورده که خورد؟ چی خورد رو ندیدم؟ دخترچه خورد رو دیدم گفتنی؟ نه این رو چی شده باشد؟ سومان بخشیش دوستاز سومان. بله بچه ها، در دین ما جایگاه عائله بسیار مهم است، چون که آدمی که به جمعیت فایدهش رسد و کودکایش مهر و محبت را در داخل عائله می آموزند. همین خیلی؟ برای همین عائله آبا تو اینجا چیکار میکنی سومان؟ ممکن است ما هم درس را گوش کنیم؟ استاد جان بسیار شیرین بوده است. دختر شماست؟ نه دختر من است. یا خدا دخترم من خاندار نیستم، از کجا دختر دارم؟ کنی به نزد اپه هایت گذشته شین؟ بیا گذر. خدایا لعنت با شوکت. کنیشه شاهزاده من. با خود اینجا بوده است. بهار اصلی گل. در خونه نیستی چی مگر؟ خانم بهار ایستید. خانم بهار ایستید. باید تاجیلا صحبت کنیم. ایستید لطفا. من باید روم، کاری ضرور دارم. ببینم همه چیزی میدونستم رو با شما نقل کردم. نه وجدان ایشانی نقل نکردید. اگر درباره پدر سومان معلومات مفصل دهید من پدر سومان رو گفته میتوانم. گوش کنید، حتی نامی او رو با یاد ندارم گفته بودم. غیر از این دیگر با این کارها خودم رو سرگردان کردن نمیخوام. نپرسید دیگر هیچ چیز رو نمیدونم. خانم بهار گفتید که پدرش رو بینم میشناسم. یک لحظه صبر کنید، من پلیس هستم، مجبور هستید که با من صحبت کنید. یک گوسفند رقمو تا گرفتم. ولی بهشت شما هم عائله برپا میکنید، میتونید فرزنددار میشوید، آنها را مثل گوهرک چشم میپرورید، برای به کمال رسیدنشان همه چیز را دریغ نمیدارید، خودتان را حفلق میکنید برای آنکه فرزندانتان بزرگ شوند. انا برای همین جایگاه عائله در دین ما بسیار مهم است. عائله نباشد کودک‌ها از کجا پیدا میشوند؟ طفلکان به پدر و مادری که آنها را دوستداری میکنند خرسند میشوند مگر؟ برادر چی شده؟ سومان گم شد. چی؟ سومان گم شد. خدا من رو لعنت کند. من این رو اکنون چی خیل بله و میفهمونم من برادر. در حقیقت لعنت کند. سلامت باشی کله. چی ها میگویی؟ چی خیل گم شده است؟ این همه خیل گم شده که همه جا را کفتم نیافتم. دختر انا اینجاست دیوانه. دخترم تو در اینجا چیکار میکنی؟ من در اینجا هستم ممک شوکت. من اینجا هستم ممک شوکت. دیدم که اینجا هستی. اینجا چیکار میکنی؟ همراه اپا هم درس خونده ایستاده. به خدا طلقه کفم کرکله است. ای شوکت، یک کودک را نگاه کردن نمیتوانی؟
براتون نشان میدهم. اوف، این زن کجا شده باشده؟ سومان جان هم مرا یاد کرده است. خوب ترش من روم بگاه برگردم البته، یا اینکه رسمی این زن رو با امنیت دیم فرمانی کفتکاب برارم. نه، این چه خیلی فرمانی کفتکاب میدیم که این زن جنایتکار است. مگر انتظار میشه. سلام علیکم. علیکم سلام. بخشش کسی رو دیدن میخواهید؟ نه، من اینجا منتظر خانم بهار هستم. اینجا میشینم. ولی او دیروز از اینجا کوچید. این خیلی میشود مگر کمتر پیش به تاکسی سوار شده رفت؟ برای گرفتن اشیاءهایش آمده بود. با کجا؟ جای رفتنیش میدونی؟ نمیدونم، میگویند که به دیگر شهر کوچیده است. به دیگر شهر کوچیده بود است؟ من دیگر این زن رو چه خیلی میابم. اگر چیپتا گرفته باشد او را در امنیت میابم. البته روز بخیر سینن. اپای زهرا کجا است وای معلم درس دینتون؟ استاد احمد؟ خودش. بله. با چی احوال گرفتار شدم؟ بخشش میپرسم خاله جان، خونه اجری مؤذن کجاست؟ تشکر زیاد. سومن جان دیگر گم نشو، قربانت شوم. دیوانه شدم. گم شدنت رو به امکی چورچشمت نگوی. میلش؟ نه امکی شوکت، سومن گم نشد. آخر درسیم با آدابانه درس رو گوش کرد. از راستی از راستی؟ ای جانی من قربانی تو شیرینم. درس رو گوش کردی؟ قربانی تو شما مثلا. اومد ینگه زهرا شوکت بگریز از اینجا. تو چی کار کرده ایستاده یا؟ زیاد تو این کارو چه خیلی به من رو دیدی یا؟ زهرا چه سورپریزی خوب شد که تو آمدی. لابا کی رو میپرسید؟ خانم سلام. تو دیوانه هستی؟ تو چه خیلی کارا کردی گپ زن؟ زهرا کودک از عیب میشود در نزد کودک این خیلی گفتن فلان. چی شده باشه؟ یا اینکه فهمید که گردنبند دزدی است؟ سومان جان دردونه من تو اینجا چی کار میکنی؟ امکی پلیس رو انتظارم. بله امکی پلیس رو انتظار است. این خیلی باشد وای کنیم؟ تو در نزد امکی شوکت امکی پلیست رو منتظر شد میشه؟ نه خوب ترش هیچ کجا نرود. اینجا منتظر شود به هیچ کجا نرود. این خیلی میکنیم. سومان رفته در نزد امکی شفقت منتظر می شود میلش؟ نه باوری ناک نیست. یعنی باز گم می شود. خوب ترش اینجا یک جای منتظر می شوم. خیلی تو هم اینجا بشین یک تایم میلش. من در دالان منتظر می شوم. تو هم به اونجا بیا. تنها بیا. میلش. تنها بیا ها؟ خاموش باش زهرا. معلم جان چرا این دختر شما را جمع کرد؟ به خدا نمیدونم سومن جان چرا عصبی شده باشد. رفته میفهمیم. خدا نگهبانت باشه برادر. احوالت بده. کودک را گیر و خاموش باش. برای کار برادر. بای دستت را جمع. لابای خانم سلام چیزی گفتنی هستید؟ من یک سوال داشتم. در درون صحبت کردم کی است؟ چرا در درون؟ این موضوع رو در کوچه گپ زدن نمی شود. جایز نیست. نفهمیدم؟ ببخشید با یک خانم نامحرم در خانه تنها صحبت کردن جایز نیست. چی گفتنی هستی؟ جایز نیست وگرنه با جان و دل. خوب جناب اجری چه خیلی که خواهد شما چیزی پرسیدنی بودید؟ مرحمت میپرسید. من به فقیرهای این محله صدقه دادن میخواهم. چی خیلی که شما در امر معروفتون گفته بودید صدقه رو پنهان کرده دادن لازم. راست میگویی راست. خواهش میکنم شما این پول رو به فقیران و بنوایان محله
пинҳонӣ тақсим карда метавонед. мехоҳам ки савобаш барои раҳмати биби ҳам бахшида шавад. тамом хонум санам, худо қабул кунад, ман тақсим мекунам. хайр, худо рӯз бошад. ҷаноби ҳиҷрӣ, мудоме ки ба дарун даромаданам ҷоиз нест, ин хел бошад рафта дар ягон кафе шинем. ба шумо дигар чизҳоро низ гап задан мехоҳам. бахшиш хонум санам, ман камтар кор дорам. акаи канон маро бо дигар духтарҳо шинос карданеаст, ба он ҷо рафтанам дар кор. чӣ? дигар духтарҳо гуфтӣ? бале, дигар духтарҳо. ман камтар кор дорам, бояд амри маъруф омода кунам. майлаш, хайр, рӯзат бахайр. аммо иҷозат намедиҳам ки бо касе хонадор шавӣ ҳиҷрӣ. бо ҳеҷ кас. аввал ту омада ба зери пои ман меафтӣ, баъда рафта ба дигари хонадор мешавӣ. ҳоло мебинӣ. гарданбанде ки дузидаи онро чӣ хел ба ман медиҳӣ зиёд? ту магар беақл шудаӣ? магар ин хел мешавад азизам, хатогир шудааст. хаб, дигар ба ман дурӯғ нагӯ зиёд. зуҳро, росташро мегӯям, ин хел накардам. лутфан ин хел гап назан. бин, ҳоло ҳам ин корро мекунеде? гарданбанд аз музей дуздида шудааст, дар ахбор дидам. ки дуздидааст? албатта ки ту. гарданбандро аз музей надуздидам, аз тиллофурӯш харидам мегӯям. ҳоло ҳам дурӯғ гуфта истодаӣ. гӯш кун зуҳро, ту ин гапҳоро гуфта диламро мешиканӣ. шукр кун ки саратро нашикастам. гӯш кун зуҳро, шавкат ҳам дар наздам буд. бовар накунӣ, аз шавкат пурс. ё худоя, чӣ қадар шоҳиди боваренок ёфта баромадӣ. кӯр шоҳидӣ кар шудааст. худо нигоҳ дораде. чӣ? ё ки гарданбандамро ту дузидаи зиё? нафаре ки бо ту буд язнам буд. аз ҳад гузаронди зуҳро, ин хел нагӯ аз барои худ. албатта. гарданбанде ки аз музей дуздидӣ, ба ман қадя кардӣ ва боз аз ман дуздидӣ. ту ками ором шав, аз рости хуб нести, сабр кун. зиё. зуҳро. зиё. вақте ки ҷаноби акрам меояд, калта келас ва зуҳро хонадор ҳастанд. акнун амаки акрам дар тӯи ману мелис иштирок мекунад. гӯё мелис туро қабул кардааст. ай бас модарҷон, ин хел гап назанедаку. мелисро дӯст медорам. модарҷон, очаҷон гуфта мегардӣ, ақлат намегирад. ҳа, намегирад. хайр, чизе набошад? имшаб ҳинобандӣ аст. пагоҳ никоҳ, намояндаи ақди никоҳро даъват кардам. ин хел бошад пагоҳ ғолибиятро эълон мекунем. ғайриимкон аст. чӣ шуд? фаромӯш кардам ки дугонаҳои зуҳроро ба шаби ҳинобандӣ даъват кунам. саро бубина. шаб ҳинобандӣ бедухтар мешавад магар? ман ба ҳамашон занг мезанам, ту парво накун. тамом, занг бизан. уфе, аз ҳаяҷон чӣ кор карданамро намедонам. духтарҳо чӣ хел шуд? ҷавоб диҳ. чиро? гарданбандро дуздида ба ман ҳадя кардӣ, баъдан аз ман дуздидӣ. зуҳро, гӯш кун, ин хел гап назан, ки баъд боз бисёр пушаймон мешавӣ. ман туро бовар карда будам зиё. бин зуҳро, ман ба ту нагуфта будам ки мисли ҳамон гарданбанд мехарам барояд. ана бубин, бигир ин аяр. кани биё. хуб шуд ки монанди ҳамон гарданбанд гирифтам, вагарна маҳв мешудам. донистам бовар намекунӣ, чекро низ гирифтам. ин ҳамон чек. оҳо, бисёр қимат будааст. ками қимат. умедворам ки инашро низ гум намекунӣ. ками бодиққат бош. маро фиреб намедиҳӣ, хайр не зиё? зуҳро, чаро духтареро ки хонадор мешавам фиреб диҳам? чаро ин хел девонагӣ кунам? чизи дигаре ҳам гирифтам аз тиллофурӯш. чӣ гирифтӣ? бояд сюрприз мекардам, аммо зуҳро, با من خانه‌دار میشه؟ بله 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 بله
همچین برگره برم محوزی میام نیم ساعت پس میام آفیدش زفر